به نام خداوند یکتا و توانا. بیننده های گرامی سلام بر شما. توجه کنید به مجموعه خبر این ساعت از شمشاد. امروز دوشنبه 14 ثور 1405 خورشیدی که برابر می شد با 4 ماه می 2026 میلادی. در آغاز سرخط خبرها. فکر تصرف افغانستان بسیار خطرناک و دور از تصور. محمود خان اسکزی میگوید باید از سرنوشت ابرقدرت‌ها در افغانستان عبرت گرفت. به نتیجه خواندن تلاش‌های امریکا در افغانستان، سناتور امریکایی میگوید امریکا با مصرف و قربانی زیاد چیزی از افغانستان به دست نیاورد. و تصمیم امریکا برای آغاز عملیات نجات کشتی‌های گیرمانده در تنگه هرمز. مشروع خبرها با من میرویس هوتک. رهبر اپوزیسیون حکومت در پاکستان میگوید که فکر تصرف افغانستان بسیار خطرناک و در توان هیچ کشور نیست. محمود خان اسکزی در مصاحبه تازه خود بر حل مشکلات با افغانستان از راه گفتگوها تاکید کرده و افزوده است که بدون تفاهم با افغانستان هر انتخاب دیگر باعث شکست متجاوزین خواهد شد. از سوی دیگر رهبر پیشین جماعت اسلامی پاکستان از وضعیت اقتصادی و بیکاری در پاکستان شکایت کرده و خواهان بیرون شدن از این وضعیت شده است.